خداوند بالا مرتبه پادشاه است و هیچ پادشاهی به جز او نیست. تمام چیزها از آن اوست. تمام حاکمیت از آن اوست. آن پادشاهی پادشاهانی است که به خواهش خود همه پادشاهان را وظیفه‌دار کرد. تمام حاکمیت از آن اوست. تمام چیزها از آن اوست. تمام حاکمیت از آن اوست. حاکمیت تو موقتی است، اما حاکمیت الله ابدی میماند. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ما هیچ حاکمیت را نمیابیم که از جانب الله نباشد. یک و یگانه و توانا. او همه را به خود تابع میکند و کسی نمیتواند او را تابع کند. او یکتا و تواناست. وقتی میخواهد کار را انجام دهد به قوه خودش خلق میکند. او یگانه حکم کننده است که از هر کس حسابش را میپرسد و کسی از او حساب نمیپرسد. او حاکم و انتقام گیرنده است. الله قرآن را به خاطر حمد گفتن و رضایت او را به دست آوردن نازل کرد. قسم به الله، قرآن را برای آن نازل کرده است که برای ما قانون باشد. و این چنین آیات‌های قرآن یگانه بودن الله را بیان می‌کند. تاریخ پیامبران این مژده است برای ما از یگانگی الله. تاریخ انسان‌های مشهور برای ما نشان می‌دهد که تمام حاکمیت از الله است. الله ثروتمند است اما به کسی نیاز ندارد. بیماران کسانی هستند که الله آنها را بیمار کرد و سالمان را نیز الله سالم کرد. تنها او بیماران را شفا می‌دهد و سالمان را بیمار می‌کند. کی بیماران را شفا می‌دهد؟ کی گمراهان را به راه راست هدایت می‌کند؟ کی فقیران را روزی می‌دهد؟ این الله تواناست. الله یکه و یگانه است و تمام حاکمیت از آن اوست. ما نماز می‌گزاریم تنها با اجازت او. ما سجده می‌کنیم تنها وقتی که او اجازت دهد. ما به مسجد خانه او داخل می‌شویم وقتی که او اجازت می‌دهد. الله یک است. پیش از او هیچ چیزی نبود. این ناممکن است که ما اندیشه کنیم ما را غیر الله کسی دیگر یاری می‌دهد. الله یکتاست و هیچگاه نمی‌میرد. همه دختران می‌میرند، انجینیرها می‌میرند، شاهان، تاجران، ثروتمندان، فیلسوف‌ها، زبانشناسان و تنها جاوید می‌ماند الله. ما عادت کردیم در مخلوق‌های الله اما فراموش کردیم که این چیزها را کی خلق کرده است. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب ألم يعلم بأن الله يرى. همه اینها از آن الله است. با آن چیزهایی که الله ما را آموزانید ما مغرور شدیم. ما حساب کردیم که این علم شخصی خود ماست یا این که علم مردم دولت‌های غرب یا علم دولت‌های پیشرفته است. قسم به الله تمام علم از الله است. او برای ما امکانیت داد که آموزیم و ما را سنجش کند و بازگشت همه ما به سوی الله است. الملک آن ذاتی است که یراق‌های از آن اوست که ما را به آن میترساند. الملک آن ذاتی است که بمب‌های اتمی از آن اوست. الملک آن ذاتی است که کسیتن بمب‌ها نیز از آن اوست. الملک آن ذاتی است که تمام شهرهای پیشرفته از آن اوست. الملک آن ذاتی است که لشکرش تمام دنیا را به لرزه آورد. الملک آن ذاتی است که از آسمان رعد و برق میکند. الملک آن ذاتی است که در زمینش تنگ‌ها میرود. اگر او میخواست زمین زیر آنها پاره پاره میشد. الملک آن ذاتی است که کوه‌ها از آن اوست. و بخواهد این کوه‌ها را به یکدیگر دشمن میکند و بر هم میزند. الملک آن ذاتی است که بحرها و اوکیان‌ها از آن اوست. اگر او میخواست آبها بلند شده دشمنشان را زیر آب میکرد. الملک آن ذاتی است که تمام مخلوقات از آن اوست.
با آن نفرانی که انگشتشان در پلومیات گذاشته شده است، اگر الله می‌خواست انگشت آنها را می‌برید. الله در قرآن می‌فرماید ببرید تمام انگشتان آنها را، ببرید تمام انگشتان آنها را، ببرید تمام انگشتان آنها را. که برید انگشتان قریشی ها را وقتی آنها خواستند به اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم جنگ کنند. الله بود که جبرائیل را فرستاد تا که انگشتان کافران را ببرد. تمام حاکمیت از الله است. حل تمام کار در دست الله است. اداره کردن همه چی در دست الله است. تو از کی میترسی؟ تو میترسی که کسی بغیر الله میتواند کار را انجام دهد؟ به الله قسم آنها هر کار را انجام میدهد پس از اجازت دادن الله است. هر کار را انجام میدهند تنها بر رضایت الله است. ما همه کار را بر رضایت تو انجام میدهیم. او الله، او میتواند چنین کند که زمین در زیر پای آنها فرود رود و از آنها هیچ نشانه ای نماند، مثل نمکی که در آب نیست میشود. ای مؤمنان، ای یکتا پرستان، توحید این کتاب نیست که تنها حفظش کنی و یا در منبرها خوانده شود. توحید این بنده یگانه الله بودن در راه حق و ایمان است. توحید این بنده یگانه الله بودن در راه حق و ایمان است. توحید این بنده یگانه الله بودن در راه حق و ایمان است. توحید باید در قلب‌ها باشد که هر کاری میکند تنها الله میکند. یاری میرساند تنها الله، ضرر میرساند تنها الله، ثروت میدهد تنها الله، فقیر میگرداند تنها الله، حیات میدهد تنها الله، مرگ میدهد تنها الله، هدایت میکند تنها الله. مخلوق‌ها هیچ کاری را انجام دادن نمیتواند. دکترها بیمار میشود، انجینرها خطا میکند. الله پادشاه جهانیان است. زمین و آسمان را اداره میکند. او قدرت خود را برای ما نشان میدهد. آفتاب را روان میکند و آفتاب در حرکت خود هیچگاه اشتباه نمیکند و راه خود را دیگر نمیکند از زمانی که آفریده شده بود. الله به موسی گفت آ موسی، اگر مرا پینکی میگرفت آسمان ها به زمین میافتادند که آنها را نگاه میدارد. الحفیظ، حفظ کننده. الله به توست، از کسی مترس بجز او. لا تخاف من غير الله، الله معك، لا يتحرك قلبك لغير الله. ابو بکر گفت یا رسول الله، یا رسول الله، اگر یکی از آنها زیر پایشان را نگاه کنند مرا میبیند. او گفت آ ابو بکر، تو چی فکر میکنی از آن دو کسی که سیوم آنها الله است؟ او گفت آ ابو بکر، تو چی فکر میکنی از آن دو کسی که سیوم آنها الله است؟ شما چی فکر میکنید وقتی الله با ما باشد؟ یا ابو بکر، غمگین نشو، الله با ماست. این است توحید. غمگین مشو، الله با ماست. او چه عملی را به ما امر میکند به خواهش خودش اجرا میشود. تو گمان میکنی که کافران به مسلمان ها غالب بیاید طوری میشود که از الله پنهان میماند یا اینکه به الله خیانت میکند؟ آنها کوشش میکنند که الله را فریب دهند اما نمیدانند که الله آنها را فریب داده است. الله به آنها چیزی را میدهد که آنها را آمرزش کند و این برای کافران خوب می نماید و این چنین مسلمان ها را سنجش میکند. آنها گمان میکنند این برضایی الله است و انجام میدهد چیزی را که میخواهد. بعد این آیت الله به ما امر میکند که ما ببینیم کسانی را که پیش از ما بودند. آیا به تو خبری لشکرها آمده است؟ الله هر چی میخواهد انجام میدهد. تو محمد و امتات میخواهید دانید آیا به تو خبری لشکرها آمده است که فرعون و ثمود می باشند؟ آنها شکست خوردند، بله آنها با قوت بودند، بله در زمین حکومت داشتند، بله کجا هستند حال آنها؟ آه محمد، هرچی که الله خواست انجام میدهد. تو میخواهی که در این باور حاصل کنی؟ آیا به تو خبر لشکرها آمده است که فرعون و ثمود می باشند؟ و چه شد عاقبت فرعون؟ آتشی که او را سحر و بیگاه میسوزاند و در روز جزا به قوم او عذاب سخت داده می شود.
ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. الله برای ما فهمانده ایستاده است که تمام قوه‌ها، حکومت‌ها، پادشاهانی که هست پیش از شما نیز بودند که حاکمیت آنها را گرفت، که آنها را خوار و ذلیل کرد. و درستی که دست درازی پروردگار تو سخت است.